خب حال نوبتی هم باشه نوبت شمان آدومات. چی میگی؟ من نمیشنوم. بلندتر صحبت کن. میگم نوبتی هم باشه نوبت شمان تازه دومات. چه خبره اینقدر داد میزنی؟ همچی میگه تازه داماد، هر کی ندونه فکر میکنه من تازه پریشب عروسی کردم. بابا پسر 2 ساله دارم من. خب از بس که کاکو بیتابی میکردی روزای اول هی میگفتی زنو آخ الهی بمیرم برش زنو تفلی زنو. ما هم گفتیم منت سرت بذاریم بهت نگیم زنزلی بگیم تازه دومات. نه بد کردی. بد کردی؟ هنونایی کردی. ببین اشتباه به عرضت رسوندن کاکو. تو خانواده ما سرود اینه، سرود مردا اینه، میگه که خوشا به حال اون کسی، خوشا به حال اون کسی که رو نمیده بزنش، گوش که به حرف زن بده، گوش که به حرف زن بده، سوار میشه رو گردنش، خدا چی کارش بکنه. با اجازه من خصوصی باید صحبت کنم. این دستگاه رو میبرم بیرون. بدش من نوبت منه. فقط دیره به چرخونم. فرد مواظب باش زیاد احساساتی نشی یا میپکه.